سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مینا داوودی هستم، کلگری کانادا زندگی میکنم. امروز میخواستم جواب یکی از سوالات دوستانی که از من پرسیده بودن بدم و گفتم شاید سوال شما هم باشه. من دوستمون سوال کرده بودن که خانم داوودی من چطوری میتونم اطمینان کنم و سرمایه گذاری کنم و بعد متوجه بشم که این کار رو نمیتونم انجام بدم و سرمایه هم از بین بره. ببینید ما همیشه، به خصوص من خودم شخصا همیشه گفتم که بدون اطلاع هیچ جایی کلیک نکنین، به هر بیزینسی اطمینان نکنین و رو این حساب هستش که باید تحقیق کرد. به هر حال این دوست عزیزمون که این مسیج رو برای من دادن هنوز به دوره در حقیقت ترایل یا حتی به وبسایت من هم ثبت نام نکردن و هیچ اطلاعی در حقیقت ندارن از پروسه این بیزینس. من خواستم اینو برای شما باز بکنم و یک خلاصه ای از پروسه این بیزنس بدم تا بتونین راحت‌تر تصمیم بگیرین. ببینین شما وقتی از هر پیجی که منو میبینین یا از پیج اینستاگرامم، فیسبوکم، تیک تاکم یا هر پلتفرمی، شما اونجا اسم و ایمیل خودتون رو وارد میکنین، رایت اوی بلافاصله براتون یک وبینار رایگان میاد. شما به وبینار رو میبینین و خب 2 بار 3 بار هر چی که دوست داشتین میبینین. وبینارها مرتب آپدیت میشه، هفته‌ای 2 بار این وبینارها آپدیت میشه و وبینارهای جدید میاد که اطلاعات بهتری به شما و منی که میخوایم شروع بکنیم بیزینس رو داده بشه. بعد از اینکه شما این وبینار رو دیدین، حالا به انگلیسی هست، اگر انگلیسی رو متوجه شدین که چه بهتر، اگر متوجه نشدین به من میگین، من براتون فارسی رو میفرستم. بعد از اینکه وبینارها رو دیدین، شما رو هدایت میکنه که به دوره ترایل برین. ما یک دوره ترایل 30 روزه داریم که کمپانی این چویس رو برای ما گذاشته که ما وارد بشیم، مثلا ببینیم که چه خبره و آیا دوست داریم این بیزینس رو انجام بدیم، آیا با وضعیت ما با در حقیقت وضع مالی ما برای سرمایه گذاری یا اصلا به درد ما میخوره این بیزینس یا نه. شما وارد دوره ترایل میشین، 30 روز فرصت دارین که در حقیقت همه اطلاعات رو بگیرین. حالا چی میگیرین در دوره ترایل؟ در دوره ترایل شما از اسم کمپانی رو، محصولاتش که به هر حال محصولاتی هستش که شما باید سرمایه گذاری بکنین و نحوه کامیشن دهیش، رنگ گرفتنش به چه درجه هایی میتونین برسین، با بازنشستگی که در حقیقت کمپانی برای شما در نظر گرفته و کلیه اطلاعات در مورد محصولات رو به شما میده. اونجا شما میتونین تصمیم بگیرین که میخواین چی کار بکنین و ببینین که آیا اصلا برای این کار آماده هستین یا نه. زمانی که شما وارد دوره ترایل میشین، همزمان ما شما رو اد میکنیم به گروه فیسبوکی 207 هزار نفره‌ای که مشغول این بیزینس هستن و شما در اونجا میتونین اطلاعات بیشتری بگیرین، افراد رو ببینین، افرادی که دارن در این بیزینس کار میکنن، از تمام کشورها هستن و ببینین که افراد کاملا افراد عادی هستن با بک‌گراند های مختلف و از صفر شروع کردن و تونستن به درجه های خیلی بالایی برسن. کمپانی که ما باش کار میکنیم کمپانی ژاپنی هست و 50 سال قدمت داره و تا کنون کارش رو به صورت آفلاین انجام میده. 6 سال 7 سال هستش که مارکتینگ آنلاینش رو شروع کرده و افرادی مثل من و 200 خورده هزار نفر دارن این کار رو انجام میدن. قسمت دوم سوالشون این بود که چطوری میتونیم اطمینان بکنیم به این بیزنس. ببینین اطمینان رو شما نمیتونی مثلا بشینی تو خونه بگی که آره من اطمینان ندارم به همچین کاری. خب شما تا نری، نبینی، تا تحقیق نکنی، تا اطلاعات نگیری و راستی آزمایش نکنی که متوجه نمیشه که این به چه صورتی است. شما باید وارد بشین، وارد حالا همون دوره ترایل بشین و اطلاعات کافی رو بگیرین و بعد متوجه بشین. حالا یک مقدار از دلایلی که حالا من میتونم اینجوری بهتون بگم که شما باید خیالتون راحت باشه و اطمینان کنین به این سیستم، به خاطری که کمپانی خیلی بزرگی هست، کمپانی خیلی ثروتمندی هست و کامیشن دهی فوق العاده سخاوتمندی داره. کامیشن دهیش مثل روژ و نمیدونم لوشن و بادی لوشن و اینا نیست که مثلا $20 به شما کامیشن بده. کامیشناش هر کدومش با $1000 شروع میشه و این هستش که سرمایه‌ای هم که میذارین سرمایه‌اش هم خب متفاوت هست، بستگی به توانایی شما داره و همینی که میگم باید به اون دوره ترایل برین. این هستش که شما اونجا سرمایه ها رو میبینین و بر اساس توانایی خودتون
انتخاب میکنین که حالا من میخوام با اینقدر سرمایه گذاری بکنم. سرمایه گذاری ها متفاوته. این هستش و این یکی دیگه این هستش که من میخواستم بگم ببینین کمپانی ما اگر درآمدی من دارم، اگر از $1 که من درآمد دارم من باید تکسش رو پرداخت بکنم. یعنی من امسال رفتم تکس تمام درآمدی که در حقیقت به دست آوردم انجام دادم. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که این بیزینس ثبت شده است و شما باید با دولت یا کشور رو زندگی میکنین به هر حال تکسش رو پرداخت بکنین. کدوم بیزینسی هستش که غیر قانونی باشه، نمیدونم اسکم باشه و بعد بره تکس بده؟ این بماند. و من این که تکسی که من دادم، یک نکته هم اینجا بهتون بگم، تمام مخارجی که من برای این بیزینس کردم اینها رو تونستم کلیم بکنم مثل سلف ایمپلویی و اینا رو برگردوندن به من. خب یه مقدار از اون طرف هم به من برگشت. موضوع دیگه که میخواستم در راستای همین اطمینان به شما بگم این هستش که کمپانی خب 6 سال گفتم، 6 سال 7 سال الان هستش که کار ادورتایزمنتش رو به صورت آنلاین شروع کرده. در مدت این 6 7 سال به صورت مدام هر هفته 2 تا ورکشاپ آپدیت شده و جدید برای من و شمایی که میخوایم شروع بکنیم تدارک میبینه و مردم میتونن برن ببینن که دوست دارن بیزینس رو انجام بدن یا نه. کدوم کمپانی رو شما میتونین پیدا بکنین که بیاد شما رو همیشه آپدیت کنه، افراد آپدیت کنه و هفته‌ای 2 بار وبینار یا ورکشاپ بذاره که مردم ببینن و اطلاعات بیشتری بگیرن. و این هستش که شما باید برید و تحقیق بکنید، به دوره ترایل برید. دوره ترایل مبلغ خیلی کوچیکی از شما میگیره و مبلغ کاملا ریفاندبل هست و قابل برگشت هست. یعنی شما امروز اگر وارد دوره ترایل شدید، پس فردا گفتید که من دلم نمیخواد در این بیزینس باشم، کمپانی بلافاصله پول رو به شما برمیگردونه و این نوع در حقیقت این مبلغ رو به خاطر این میگیره که همه وارد این سیستم نشن. به هر حال اون یه پکیجی باز میکنه، سیستم اداری خودشه، سیستم به حساب خب اطلاعات خودشه، دوست نداره که هر کسی وارد بشه. اسکم هست، چیزای مختلف هست. روی این حساب میخواد فیلتر کنه مردم رو، اونایی که واقعا علاقه دارن، اونایی که دوست دارن شرکت بکنن در این بیزنس و دوست دارن فعالیت بکنن، اونا خودشون، یعنی کسی که علاقه نداشته باشه، کسی که انگیزه نداشته باشه نمیره دوره ترایل، به خاطر اینکه همونطوری یه سرسرکی نگاهی کرده. ولی منی که خواستم و دنبالش بودم رفتم و این ریسکو کردم، گفتم که میرم. نهایتش این که در بدترین شرایط پولمو از دست میدم، ولی نه، به این صورت نیست. هیچ کس پولش از دست نمیده، پول کاملا به شما برمیگرده و شما با 2 تا شخص در تماس هستین، منتور دارین، کوچ دارین و اطلاعات کامل از اینا میگیرین و اینکه آموزش های کاملا گسترده است. 7 تا پلتفرم سوشال مدیا رو به صورت رایگان برای شما در اختیارتون میذارن که شما یاد بگیرید و بتونید کارتون رو انجام بدید. و نکته مورد توجه این که شما در ضمنی که دارین آموزش میبینین درآمدتون رو شروع میکنین به کسب درآمد. یعنی جوری نیست که شما کلاس برین مثل دانشگاه که کلاس برین و تموم کنین مدرک بگیرین خب حالا برو دنبال کار. نه، شما این به قول معروف اینستنت جاب دارین، یعنی بلافاصله که وارد میشین انگار هایر شدین و مشغول شدین به کارتون، ضمن اینکه آموزش ها رو دارین میبینین، همون ضمن هم درآمد کسب میکنین. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم که بتونسته باشم به سوال دوست عزیزمون جواب داده باشم. و اگر شما هم دوست دارین که اطلاعات بگیرین از این بیزینس، میتونین به وبسایت من برین، تو بایوی من هست وبسایت من، یا اینکه به من دایرکت مسیج بدین، من براتون اطلاعات رو میفرستم و اینکه خوشحال میشم اگر بتونم جواب سوالات دوستان رو بدم. با آرزوی موفقیت شما، خدا نگهدار.